وفات شوکه کننده نغمه در کشور امریکا. آیا با واقعیت نغمه هنرمند مشهور افغانستان وفات کرده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی نغمه با شوهر دومش فاش شده است. دلیل دوری نغمه از هنر موسیقی چی بوده است؟ نغمه در کدام کشور زندگی می کند و مصروف چی کار باری بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. نغمه هنرمند سابق داره افغان، یکی از هنرمندان بی‌بدیل، نام‌آشنا و معروف در هنر موسیقی در افغانستان بوده است. نغمه کارهای هنریش را از سن نوجوانی با شوهرش منگل آغاز کرد. نغمه آهنگ‌های فراوان دوگانه با منگل سرود. بیشتر اوقات نغمه آهنگ‌های پشتو می سرود. کارهای هنری نغمه در میان هنرمندان ازبق افغانستان شهرت و محبوبیت خاص خودش را داشت. نغمه از مادر و پدر پشتون در ولایت زیبای کندهار دیده و جهان گشود و علاقه فراوانی به سرودن آهنگ‌های پشتو داشته است. کارهای هنری نغمه تا کنون ماندگار و جاودان در میان جوانان کشور بوده است. جدیداً تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی وفات کرده است، ولی تا کنون این خبر از طرف خانواده نغمه تایید نشده است. ولی نغمه مدت فراوانی می شود دیگر کارهای هنری برای دوستداران و طرفداران صدایش انجام نداده است. نغمه در امریکا بار دیگر ازدواج کرد و از همسر دومش فرزندی ندارد. نغمه با دخترانش در امریکا بوده است. یکی از دختران نغمه همسر شفیق مرید می باشد. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت الله‌یزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران نغمه به اشتراک بگذارید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت الله‌یزال تمنا دارم. تا درود دیگر، همه شما خوبان را به الله منان سپرده. موفق و کامگار باشید.